روز 11 ماه ساعت 12 الهام نظرов راننده ماشین تمغه چندخو ساکن 35 ساله جماعت بورونوی شهر وحدت هنگام حرکت از سمت شهر وحدت به سمت نویه فیض‌آباد در حدود جماعت دهات عبدالواسیف از عهده اداره ماشین نبرآمده به ماشین تمغه اوپل استرا و سپس به ماشین بارکش گاز که در کنار راه به حرکت می ایستاد برخورد است. در نتیجه ماشین گاز به حرکت در آمده پیاده‌گرد غیاث عثمان ساکن 64 ساله شهر وحدت را که در نزد ایستگاه قرار داشت پخش نموده است. پیاده‌گرد سالمند بر اثر جراحات وزنی جسمانی در جای حادثه جان داده است. روز 11 ماه ساعت 14:10 راننده ماشین تمغه اوپل استرا حمیدوف منصور ساکن 31 ساله نویه بلخی هنگام حرکت از سمت نویه جیهون به سمت نویه بلخی در حدود جماعت دهات کلین نویه بلخی در شارع دوشنبه 5 پایان به سمت مقابل راه برآمده به ماشین تمغه مرسدس بنز تحت اداره مومنوف رحمدین ساکن 34 ساله جماعت محور نویه 5 برخورد است. در نتیجه راننده مرسدس مومنوف رحمدین در جای حادثه به هلاکت رسیده راننده اوپل منصور امیدوف و کودک 2 ساله اش محمد جان با جراحت‌های گوناگون جسمانی در بیمارخانه بستری کرده شدند. هر سال بر اثر صدمه‌ها در تاجیکستان تا 400 نفر به هلاکت رسیده بیش از 1200 تن دیگر معیوب می‌شوند. یک زن 49 ساله ساکن نویه سینا به شعبه وزارت کارهای داخلی یک ناحیه مراجعت کرده است که ماه مارس سال 2021 در کوچه شیروزی زن 46 ساله ساکن سینا همراه جمشید نام شخص با راه فریب به باوریش در آمده و از او به مبلغ 34,000 سامانی جواهرات طلایی گرفته وعده دادند که بعد 10 روز مبلغش را برمیگردانند، اما تا حال بر نگردانیدند. اینچنین به شعبه وزارت کارهای داخلی یک در نویه سینا زن 45 ساله ساکن همین نویه مراجعت نموده است که ماه مارس سال 2019 در کوچه شیروزی زن 46 ساله ساکن پایتخت با راه فریب به باوریش در آمده از او به مبلغ 39,000 سامانی جواهرات طلایی گرفته وعده داده است که در مدت کوتاه مبلغش را برمیگرداند، اما تا حال بر نگردانیده است. به شعبه وزارت کارهای داخلی در نویه شامنصور با عریضه مرد 49 ساله ساکن نویه مذکور مراجعت نموده است که ماه نوامبر سال 2020 مرد 39 ساله با همراه رفیقش امید نام شخص با راه فریب به باوریش در آمده از او автомاشین تمغه لکسوس را با مبلغ 20,500 دلار امریکایی نرخ گذاری کرده گرفته تا حال پولش را ندادند. وزارت کارهای داخلی گفت این افراد ماشین را به یک ساکن 50 ساله ساکن شامنصور با نرخ 112,000 سامانی فروخته پولش را به منفعت شخصیشان صرف کردند.